سلام رفقا، امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز قرار درباره اتفاقی حرف بزنیم که اگر واقعیت داشته باشه یکی از سنگین‌ترین فاجعه‌های امنیتی رسانه‌ای در تاریخ رسانه‌های فارسی زبون درونش رقم خورده و اگر هم دروغ باشه باید دید چه دستگاهی با چه هدفی حاضر شدن دست به چنین جنگ روانی بزرگی بزنن. ساعتی پیش تصاویر مختلف، فایل‌های صوتی مختلف و چت‌های زیادی از خبرنگارهای تلویزیون ایران اینترنشنال به عنوان یک تلویزیون اپوزیسیون و مخالف حکومت ایران منتشر شد توسط یک گروه هکری که ادعای اصلیشون هم این بوده که تلویزیون ایران اینترنشنال رو هک کردن. که گفتم دیگه تلویزیون ایران اینترنشنال یکی از مهمترین رسانه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی که حالا مورد نفوذ کامل یک گروه هکری قرار گرفته و این کانال تلگرامی هم که حالا این گروه هکری منتشر کرده پیام‌هایی از منابعی که این تلویزیون داشته و اطلاعات ده‌ها هزار نفرشون رو فاش کرده و از اون طرف گفته که این تلویزیون خبرنگارهای مختلفی داشته که هویت اونها هم لو رفت و حتی صدای ضبط شده، تصویر، فایل‌های شخصی و حتی چت‌های پاک شدهشون رو هم تونسته بازیابی بکنه که یک ادعای معمولی نمیتونه باشه. و حالا من سعی می‌کنم که بهتون اول بسم الله یه چند تا از این ادعاهایی که حالا اینها داشتن رو به شما نشون بدم اگر بتونم تصویرشون رو برای شما بندازم. بله، این تصویری هستش که ادعا کرده این کانال تلگرامی که تونسته این آدم ها رو هک بکنه و اصطلاحاً چت هاشون رو به بیرون منتشر بکنه. با صدا هم هست، مثلا میگم که صداشو ببندم. گفته که ما تونستیم دسترسی پیدا کنیم به بخش ادمین های این کانال تلگرامی، شماره تلفن هایی که خبرنگارهای تلویزیون ایران اینترنشنال داشتن و حتی اگر جلوتر بریم نشون میده که دستگاه هایی که به این کانال تلگرامی تلویزیون ایران اینترنشنال وصل بودن، حتی کسایی که توی این کانال تلگرامی بلاک شدن و عملا دسترسی ندارن به این کانال رو هم آیدی هاشون رو منتشر کرده و گویا تونستن به دستگاه یکی از ادمین ها وصل بشن. این تنها یک ادعا هستش در کنار چندین ادعای دیگه‌ای که این تلویزیون داشته و میبینید تصاویر مختلفی که پخش کرده و حتی این گروه هکری یک فایل صوتی از مجتبی پورمحسن رو منتشر کرده و ادعا کرده که فایل‌های صوتی بیشتری داره. حالا من به صورت گزینشی قسمتی از این فایل صوتی رو پخش میکنم. خب تو انگلیس باشی دنبال یک دختر توی یک کشور دیگه به فایل صوتی تقریبا ولی واقعا من چجوری به نظر تو 7 دقیقه‌ایه که حالا نشون میده که مجتبی پورمحسن با یه شخصی در ارتباط بوده و حتی این تصویر رو منتشر کرده به عنوان شکار بعدی افشای اطلاعاتی که گفتن قراره که راجبشون صحبت بشه از نیوشا سارمی، فرنوش فرجی و بسیاری دیگه از خبرنگارهای تلویزیون ایران اینترنشنال که حالا بهش خواهیم پرداخت در خصوص این هک. اما در جهان رسانه یک اصل وجود داره، منبع که مقدسه و افشای منبع یعنی افشای اعتماد و ترک خوردن مهمترین رابطه بین مردم و روزنامه‌نگارا. یه منبع خبری شاید جون خودش رو به خطر بندازه به امید این که رسانه مقابلش پناهگاه اطلاعاتشه، این پناهگاه اگر لو بره دیگه هیچ کسی اعتماد نخواهد کرد. و این ادعای هکی که این گروه هکری داشته این بوده که تونسته دسترسی پیدا بکنه به منابع این تلویزیون، دسترسی پیدا بکنه به اطلاعات 71,000 نفر آدمی که به این تلویزیون پیام دادن که البته این عدد
شوخی هستش هفته 1000 نفر برای یک تلویزیون بزرگی مثل تلویزیون اینترنشنال شاید عدد بزرگتر از این اتفاق باشه و این آماری باشه که دادن و میدونید که وقتی که این منبعا لو برن معادل تجاوز به ناموس یک رسانه است. همونطور که در جنگ ها فتح خاک نیست که حالا میگن که بلکه فتح قلب و ذهن آدم هاست، در این ماجرا هم قلب رسانه ها یعنی منابع اون که حالا زیر سوال رفتن. از اون طرف تلویزیون ایران اینترنشنال چند روز پیش اومده بود و گفته بود که جمهوری اسلامی درباره هک ایران اینترنشنال خبرایی که منتشر کرده جعلیه و هیچ هکی اتفاق نیفتاده. اما ما وقت تصاویری که این گروه هکری منتشر کرده در خصوص علل خصوص مجتبی پورمحسن به عنوان اولین شکار خودش نشون میده که ماجرا پیچیده تر از این حرف هاست و این هک اتفاق افتاده. به هر حال من اینجام که با نگاهی بی‌طرف، حرفه‌ای و دقیق این ادعا رو بررسی کنم، نه برای اثبات جمهوری اسلامی نه برای تبرئه تلویزیون‌های خارج از کشور، فقط برای یه چیز: حقیقت. گروه ناشناسی که خودشون رو هندلا، اگه اشتباه نکنم چنل در تلگرام طی چند روز گذشته معرفی کردن، اومدن مجموعی از پیام‌ها، تهدیدها و افشاگری‌ها رو منتشر کردن که ادعا میکنن حاصل نفوذ سایبری به تلویزیون ایران اینترنشنال بود. که مهمترین محورهایی هم که اینا ادعا کردن گفتن که ما هک کامل اکانت تلگرام دریافت پیام‌های مردمی ایران اینترنشنال رو داشتیم و تونستیم که همه این پیام‌ها رو استخراج بکنیم، ویدیوها و اسنادی که وجود داره که حالا میشه تطبیق داد یه سری از این داده ها با پایگاه اطلاعاتی با چیزهای مختلفی که وجود داره. کسایی که حالا اگر اسم خودشون رو تو این ویدیوها میبینن که این گروه هکری منتشر کرده میتونن راستی آزمایی بکنن. و عنوان شده که نفوذ کردن به سیستم خبرنگارها از جمله گوشی آیفون خبرنگاره مثل مجتبی پورمحسن که عموما خبرهای سیاسی میزنه، حمله میکنه به بیت، حمله میکنه به حکومت و حتی در این فایل صوتی که از مجتبی پورمحسن منتشر شده خودش ابراز نگرانی کرده و گفته که اگه من برم ترکیه قبل از اینکه میت ترکیه منو بگیره جمهوری اسلامی منو میگیره، قبل از اینکه مثلا فلانی منو بگیره جمهوری اسلامی منو میگیره. و از اون طرف گفتن که ما دسترسی پیدا کردیم به فایل‌های صوتی، چت‌های خصوصی، تصاویر نشست‌ها، تماس‌ها با موساد و ارتباطات امنیتی. این چیزی که ادعا کردن و اومدن تهدید مستقیم به افشای تدریجی اطلاعات خبرنگارا و منابع اونو کردن که من وقتی پیام‌های این گروه تلگرامی رو میخوندم مدام توی این قضیه تاکید میکردم که با مجتبی پورمحسن که اگر بخوای واکنشی نشون بدی، اگر بخوای با منابع امنیتی خودت در تماس باشی، حالا توی انگلیس یا توی اسرائیل، دیتاهای بیشتری ازت منتشر میکنیم، پس ساکت باش و فقط تماشا کن چیزهایی که ما داریم منتشر میکنیم. و در واکنش به این موج ادعاها ایران اینترنشنال تنها بیانیه کوتاه منتشر کرده. همونجوری که بهتون گفتم، گفته که ادعای مطرح شده ساختگی غیر واقعی و بخشی از جنگ روانی جمهوری اسلامی. امنیت اطلاعات خبرنگارها و منابع خبری ما در اولویت مطلق قرار داره و هیچ گونه نفوذی صورت نگرفته. این به حال یک جواب کوتاهی بوده که تلویزیون ایران اینترنشنال داده نسبت به ادعای هک این تلویزیون. اما پاسخ شفافتری به فایل‌های منتشر شده مثل تصاویر کارت ملی، فایل صوتی منتسب به مجتبی پورمحسن و با فهرست بلند بالای اتهاماتی که داده شده و سوالات بسیاری از مخاطب‌ها و ناظران امنیتی و حتی چیزهای مختلف نداده. و اگه همه چیز جعلیه، حالا به قول خودشون، چرا سکوت میکنن یا انکار کلی میکنن؟ و اگر هم واقعیت داره چرا نسبت به این قضیه تلویزیون بزرگی مثل ایران اینترنشنال شفاف سازی نمیکنه؟
ببین در ساختار رسانه هیچ چیزی از منبع مقدس تر نیست. منبع یعنی راوی خاموش حقیقت. کسی که با ریسک امنیت، آبروش یا حتی جونش اطلاعاتی رو در اختیار این رسانه ها قرار میده باید ازش خیلی مراقبت بشه. مثل کاری که من توی رسانه خودم حالا ترجیحاً انجام میدم که هویت منبع رو باید تو امنیت کامل قرار بدم، چون با افشای اون نه تنها جون اون انسان در خطر میفته بلکه اون رسانه اعتبار و اعتماد و مشروعیتش رو از دست میده. و گفتم دیگه در مقیاس انسانیش هم میشه تجاوز به یک ناموس انسان. اما حالا بررسی بکنیم ببینیم تو دنیا این اتفاق افتاده، هک به رسانه اتفاق افتاده. بله خب در گل سرسبدش ما میتونیم اشاره بکنیم به هک صدا و سیمای ایران و همین چند وقت پیش تو جنگ ایران اسرائیل این اتفاق برای تلویزیون ایران اتفاق افتاد، الا ماشاءالله. ولی خب در رسانه های بزرگ جهان ما میتونیم به اسناد و سناریوهایی که به اصطلاح بهش میگفتن HBO هک که تو سال 2007 این اتفاق افتاد که افشای برنامه و اسناد سناریوی گیم آف ترونز بود که اما اطلاعات خبرنگارها یا منابعشون هرگز لو نرفت. یا CNN و حالا بسیار از تلویزیون های بزرگ دنیا که انتشار ایمیل های داخلی و پیام هایی بود که منتشر شده اما خیلی مراقب منابع بودن. العربیه سال 2020 این اتفاق براش افتاد که نفوذ به سرورهای محتوایی بود اما بازم حفاظت شده از منابع انسانی. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که هیچ کدوم از این رسانه ها از تلگرام به عنوان مرکز دریافت گزارششون استفاده نمی‌کنن و هیچ کدومشون اطلاعات منابع رو بدون رمزگذاری یا ایزولاسیون نگر نمی‌دارن. اما خب این قضیه یکم دلیل داره. اونم دلیل اصلیش اینه که به هر حال توی ایران مردم دسترسی بیشتری به تلگرام دارن، خیلی آنچنان آشناییتی با ایمیل و ارسال ایمیل و این چیزا ندارن. سرعت ارسال اطلاعات سریعتره، دسترسی ها راحت تره. حالا به تو ایمیل اتچ بکنی بزنی یه فایل بیشتر از 10 مگابایت 20 مگابایت باشه، تو تلگرام 3 سوت میزنه میره بالا و این مقدار دسترسی رو بیشتر میکنه. و تو بقیه کشورها نکته‌ای که وجود داره اینه که زیاد مردم از تلگرام استفاده نمیکنن. توی ایران به هر حال به دلیل استفاده که از تلگرام دارن این قضیه اتفاق میفته. اما یه سوال بزرگی که وجود داره اینه که چرا تلویزیون ایران اینترنشنال آسیب پذیر بوده؟ ببین تلویزیون ایران اینترنشنال شبکه‌ای که با بودجه‌های میلیون دلاری، دفاتر متعدد و ادعای حرفه‌ای‌گری رسانه‌ای، چرا این اتفاق براش میفته؟ که این قضیه نشون میده که یکی از دلایلش اینه که این تلویزیون به این بزرگی استفاده میکنه از تلگرام عمومی به عنوان یک ابزار دریافت اطلاعات و این اطلاعات رو نمیره ذخیره بکنه، هویت منابعش رو نمیره در سرورهای دیگه ذخیره بکنه. که میتونن حالا از ابزارهای مختلفی مثل سیگنال حالا یا پیام‌رسان‌های دیگه استفاده بکنن و یک زیرساختی مثل سکیور سابمیسیون حالا میسیون همچین چیزی استفاده نمیکنن که زیرساخت‌های مستقل باشه و همه این خلاف اصول پایه‌ای امنیت سایبری یک رسانه است دیگه. معمولا شما حالا توی تلویزیونی به این بزرگی گفتم دیگه همه جای دنیا خبرنگار دارن، به لحظه پوشش میدن به صورت پخش زنده، ولی خب این موضوعات وقتی رعایت نمیکنن یه همچین سوتی‌های ازشون در میره و این گروه هکری حالا داره مدام هی تهدید میکنه که آره ما الان اینو پخش میکنیم اونو پخش میکنیم و این موضوع
مهمیه که واقعا پیام‌های اجتماعی و روانی داره دیگه، یعنی واقعا از بین میبره اعتماد رو بین منابع و رسانه‌ها و فرصت سازی میکنه برای دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای نمایش نفوذ و تضعیف رسانه‌های حالا خارج از کشور در میان افکار عمومی که وجود داره و این قضیه باعث میشه که واقعا منابع داخلان بترسن از ارسال هر گونه سند و بی‌اعتمادی به همه خبرنگارایی که خارج از ایران هستن و با مظنون اینکه آره اینا دارن همکاری میکنن با سرویس‌های امنیتی اطلاعاتی و فلان، وقتی یه اتفاق اینطوری میفته به هر حال این برداشت اتفاق میفته دیگه. و واقعا سواله که چرا یک همچین اتفاقاتی نمیفته و باید پاسخ بده ایران اینترنشنال به این قضیه که آیا این ضعف فنیشون بوده، سهل انگاری بوده، اعتماد بیش از حد به منابع سطحی بوده یا چیزهای دیگه. چون الان این گروه هکری اومده و ادعا کرده که دسترسی داره به چت‌های یه سری از خبرنگارهای این تلویزیون، اسامی رو حتی هم ذکر کرده: علی اصغر رمضانپور، محمود عنایت، مجتبی پورمحسن، نیوشا سارمی، مهدی تاجیک، امیرحسین قاضیزاده، پوریا زراعتی، فرنوش فرجی، مراد ویسی و مهدی مهدوی آزاد و بسیاری از اسامی دیگه که گفتن که به زودی تک به تک تمام این افراد رو چت‌هاشون، فایل صوتی و چیزهای مختلفشون رو منتشر خواهند کرد و این قضیه واقعا میتونه برای یک رسانه فاجعه باشه و امروز چیزی از میتونیم بگیم که فراتر از یک هک ساده پیش روی این تلویزیونه و اگر ادعای این گروه هکری درست باشه ما باید یکی از بزرگترین فجایع رسانه‌ای رو ببینیم که روبرومونه و اگر غلط باشه با یکی از پیچیده ترین عملیات‌های جنگ روانی تاریخ رسانه‌های فارسی زبان مواجهیم. چون به هر حال اومدن عکس پاسپورت، کارت‌های شناسایی مجتبی پورمحسن در خارج از ایران رو هم منتشر کرد و فقط اینو میتونم بگم، رسانه فقط تصویر و صدا نیست، رسانه فقط گوینده و دوربین نیست، رسانه اعتماده و اگر اعتماد رو از رسانه بگیری چیزی بیشتر از یک بلندگوی خالی نیست. و این حالا سوالاتی بود که ما تو طول این ویدیو داشتیم که سوال آخر اینه که رسانه‌ای که ستون فقراتش لو رفته، منبعش لو رفته، آیا حالا بعد از این هم میتونه وایسه یا نه؟ به هر حال آسیب بدیه و بعد ببینیم که حرکت‌های بعدی این هکرها چه خواهد بود. و این اسنادی که اومده بیرون، حتی من الان دیدم که ادمین های تلویزیون ایران اینترنشنال، ارتباطاتی که این تلویزیون اونجوری که ادعا میکنن با منابع مختلف امنیتی در موساد و در جاهای مختلف داشتن رو منتشر کرده. عکسایی از مجتبی پورمحسن، به حال گفتم دیگه کینه دوزی هم هست دیگه، مجتبی پورمحسنی که حمله میکنه به بیت و جاهای مختلف و حتی اسم آورده، گفته که ارتباط تو با کدومی که از این دخترایی که حالا اینجا توی آیدی آورده منتشر بکنم و گفته که این پایان این قضیه نخواهد بود. در صورت مرسی که تا این لحظه با من بودین. این تنها گوشه ای از اخباری بوده که از هک تلویزیون اینترنشنال به دست ما رسیده بود. اگر اطلاعات جدیدتری بیاد از این تلویزیون حتما من در ویدیوهای بعدی برای شما منتشر خواهم کرد. خیلی مخلصم.